مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگاور و هلاکت یک مادر جوان با طفل یک سالش در این صدمه در ناحیه دنقره خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، شب 22 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 21:18 راننده ماشین تمغه بنده X5 سمندرزاده نوروز سال تولدش 1991 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در سمت شهر کولاب به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیوت سیبستان نویای دنقره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به اتومبیل تمغه وز 21013 که تحت اداره راننده قوتوف امامعلی زینولویچ سال تولدش 1999 ساکن شهر نورق قرار داشت برخورد است. در نتیجه راننده اتومبیل تمغه وز 21013 قوتوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده. اویلش سمی و فیروزه محمد سعیدونا سال تولدش 1998 ساکن نویای دنقره و پسر خردسالش قوتوف محمد امامعلیویچ سال تولدش 2001 جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.